سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 20 ایون تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. جواب محیدین کبیری به امام علی رحمان: اگر ما 26 میلیون می داشتیم. علیشیر میرزا نبات رئیس کامل حقوق ولایت مختار کوهستان بدخشان تعیین شد. محمد سلطان در بازداشتگاه ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه بوده است. ترکش بالون گاز در کاوهخانه لاله در مرکز دوشنبه. سفر نخستین گروه زائران تاجیک به حج بعد 2 سال تنفس. علی جان تاجیبویف از ناحیه رودکی 2 دختر را از مرگ نجات داده است. کارمند MBT در سوخت به گرفتن 7000 سومانی مکافات عیبدار می شود. و اکنون تفصیلات خبرها. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان که روز 18 میلیون سال 2022 بار اول درباره حوادث اخیر خونین ولایت مختار کوهستان بدخشان در مظهر عام اظهار نظر کرد. در این حوادث نیز انگشت اتهام به سوی حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی کرد و این حزب را در مبلغ گذاری اعتراضها در ولایت مختار کوهستان بدخشان گناهگار کرد. امام علی رحمان به اشاره به لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان گفت: وقتی که کارهای آخران کردن ما معلومات رو داشتیم، اینها را لجانشان خواجه‌های خارجی به دست گرفت. در یک مهلت کوتاه 26 میلیون سومانی مبلغ زاریشان کردند. 26 میلیون همین گروه و رهبریشان کردن از خارجه، همون حزب تروریستی نهضت اسلام و خواجگانش، همون هدف مقصد تبادلات و کردن. اما محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و رئیس پیمان ملی تاجیکستان یک ائتلاف نیز در تاجیکستان فعلا ممنوع نیروهای مخالفین تاجیک روز 19 ایون در یک مصاحبه اختصاصی با پایگاه خبری بامداد ادعاهای پرزیدنت امام علی رحمان درباره اعتراضهای ولایت مختار کوهستان بدخشان را به مبلغ 26 میلیون سومانی یعنی تقریبا 2.4 میلیون دلار مبلغ گذاری کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و هر گروه دیگر مخالفین در خارج را افسانه و دروغ و تهمت نامید و گفت اپوزیسیا در خارج ربطی به اعتراضهای ولایت مختار کوهستان بدخشان نداشت و اینکه پای نهضت را به این حوادث چسبانیدنی اند. به عقیده محیدین کبیری ادعای اخیر پرزیدنت تاجیکستان درباره دست داشتن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و یا دیگر حزب و حرکت‌های اپوزیسیونی در خارج بوده هیچ با واقعیت نزدیک نیست، زیرا نه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و نه پیمان ملی تاجیکستان که حزب عضویت آن را دارد نه تنها در راه اندازی این اعتراضات در بدخشان دست نداشتند بلکه هیچ کمک مالی هم نکردند، همونطوری که مقامات تاجیکستان دعوا دارند. و نباید این هم فراموش کنیم که حکومت تاجیکستان به خصوص شخصا خود پرزیدنت تاجیکستان طول 30 سال حاکمیتش برای روپوش کردن ناکامی های خودش در سیاست داخلی و خارجی همیشه دنبال پیدا کردن و یا ساختن دشمنی داخلی و خارجی بوده است و این دشمن ها همیشه نامهایشان عوض میشن. گاه ازبکستان، بعد میبینیم که معلوم میشه که اصلا ازبکستان هیچ دشمنی با تاجیکستان نداشته است بلکه میتوان دوست بود. بعدا کدام یک کشوری به همه معلوم اما جسارت نمیکند نامش رو بگیرد و بعد میبینیم که خودش با سری تعظیم و با تملق و خوشامدگویی به همون کشور سفر میکند و گاه ها میبینیم که یا مردمی بدخشان را دشمن اعلان میکند یا حزب نهضت یا حتی بلاگرها و روزنامه‌نگاران مستقل را. بنابر همین این هم ادامه همون سیاست قبلی هست که همیشه باید دشمن تراشید و همه کمبودی و عیب‌های خود را بر سر این یا آن دشمنی داخلی و خارجی زد. اما درباره اون مبلغی که اولا 6000 بود، بعد 7000 دلار و اخیراً مبلغی خیلی بلند 26 میلیون سومانی هم از زبان پرزیدنت تاجیکستان صدا داد که گویا ما به مردم بدخشان کمک کرده باشیم یا برای راه اندازی اعتراض ها. البته این یک افسانه بیش نیست و اپوزیسیای تاجیک در خارج طبیعی است که چنین امکانیت ها را ندارد و نخواهد داشت و این را نه تنها همه میدانند بلکه خود پرزیدنت تاجیکستان و مقامات هم میدانند. اما چرا این تهمت و دروغ ها را میگن؟ این هم فقط به خاطر
بزرگنمایی کردن خطرها و گویا واقعا هم کسی از خارج مبلغ گذاری میکند این گونه اعتراض ها را، در صورتی که این اعتراض ها خودجوشند و سبب هایشان معلوم است، سبب هایش سیاست های اشتباهی است. اگر امام علی رحمان در بدخشان و عموما در تاجیکستان چنین سیاست های اشتباهی را نکند، اپوزیسیون تاجیک نه اینکه 26 میلیون میلیاردها سامانی هم اگر خرج کند مردم به حرکت نخواهند آمد، زیرا هیچ دلیل برای اعتراض نیست. اما وقتی که خود اشتباه های مقامات باعث می شود که مردم اعتراض کنند، از آن جمله سیاست های کدری، از آن جمله فساد، کروپسیا و از همه مهمش قبول نکردن مردم بدخشان همچون یک مردم خودشناس و مستقل و مردمی که واقعا هم زبانشان و فرهنگشان، تمدنشان دیگر است و آنها دیگر بودن میخواهند. در هیئت تاجیکستان با مردم تاجیک، اما باید اعتراف کرد که بالاخره یک انسان حق دارد، یک گروه، یک قوم حق دارد که دیگر باشد و دیگر بودنش رو دیگران اعتراف کنند. امام علی رحمان و حکومتش این رو اعتراف کردن نمیخواهند و اصلی مشکلات هم در همین است. و حالا دیگر این که ما از بیرون مبلغ فرستاده میانه، این یک دروغ بیش نیست و اگر اپوزیسیون تاجیک چون مبلغ ها را می داشت به هیچ وجه اون را صرف چون اعتراض هایی که اصلا حالا برنامه ندارند و معلوم نیست به چه خاطر اعتراض کرده می شود، بدون کدام هماهنگی آن را خرج نمی کرد. اما در عموم میتوان گفت که این یک تهمت و دروغ نوبتی است. اما اینکه پرزیدنت تاجیکستان بر قصدانه نام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را میگیرد، دو هدف دارد. یکی هدف داخلی که باز هم میخواهد مردم را تفریقه اندازد و بگوید که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان طرفدار آرامش نیست و همیشه در فکر تبادلات و این گونه کارهاست. و یک هدف دیگر خارجی است که با نظر داشتیم که ما در همسایگی افغانستان قرار داریم و خطر افراطگرایی دینی خیلی بالاست و جامعه هم نه تنها جامعه داخلی بلکه جامعه بین المللی هم نگرانی هایی دارد و با این هدف میخواهد که کشیدن پای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به خاطر آن است که در سطح جهانی طرفداری بیشتر داشته باشد و بخصوص در کشورهای غربی دیگر از امام علی رحمان حقوق بشر، دموکراتیا و آزادی سخن، آزادی مطبوعات، آزادی دین را طلب نکنند، چون باید همه اعتراف کنند که او در یک مبارزه به امان علیه افراطگرایی هست و همین گونه بزرگ کردن نقش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را در حادثه‌های داخلی من فکر میکنم که بیشتر برای روپوش کردن اون برنامه‌هایی که در داخل کشور دارد. میگوید کبیری رهبر مخالفین تاجیک که از سال 2015 در خارج از کشور به سر میبرد و بنا به اطلاع دریافتی در تاجیکستان در غیبش به حبس عمرباد محکوم شده است، از سوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به ولایت مختار کوهستان بدخشان سرازیر شدن 26 میلیون سامانی را افسانه بیش مینامد. این رد و بدلها در پی سرکوب اعتراضهای اخیر در بدخشان است که به اعتراف مقامات 16 نفر ولی بنا به منابع دیگر بیش از 40 کشته به جا گذاشت. مقامات همچنین درباره بازداشت بیش از 220 نفر و از بین بردن 12 لیدر غیر رسمی بدخشان اصابت دادند. مقامات تاجیکستان از جمله امام علی رحمان بر اینند که اعتراضهای اخیر را در بدخشان از خارج گروه‌های تروریستی تشکیل کردند. امام علی رحمان گفت که بعد بحران شدن وضع از جمله بستن روی استراتژی دوشنبه کولوب خوروغ کلمه، حمله به نیروهای امنیتی و خوف ترکاندن پولها، او خودش فرمان داد که سلاح به دستان را بی ضرر و یا دستگیر کنند. ولی ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان میگویند که نیروهای امنیتی بالای مردم بی سلاح آتش گشودند و چندین نفر در بازداشت بر اثر شکنجه بی‌رحمانه کشته شدند. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان روز 19 میلیون سال 2022 گنرال مایور میرزانبات علیشیر خدابردی را رئیس کامل حقوق ولایت مختار کوهستان بدخشان تعیین کرد. این فرمان هنوز در سامانه رسمی پرزیدنت و دیگر سامانه‌های رسمی حکومت تاجیکستان نشر نشده است. علیشیر میرزانبات که 5 نوامبر سال 2021 به جای رئیس در بین مردم محبوب بدخشان یادگار فیضوف اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت تعیین شد و اینک هفت از 5 ماه باز همچون
اجرا کننده وظیفه بر این ولایت مختار واقع در شرق تاجیکستان رهبری میکرد. علیشیر میرزانبات سال 1980 در نویه روشن به دنیا آمده. سال 2003 دانشکده عربی کمیته امنیت ملی قزاقستان را ختم کرده است و سال 1997 تا 2000 و بعد ختم دانشکده از سال 2003 تا 2017 در صف قشونهای مرزبانی تاجیکستان خدمت کرده. ماه سپتامبر سال 2017 معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و درست یک سال بعد در سپتامبر سال 2018 معاون رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان تعیین شد. علیشیر میرزانباتوف سپس ماه نوامبر سال 2020 شهردار خاروخ تعیین شد و 5 نوامبر سال 2021 اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان تعیین شد. تقریبا برابر رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان تعیین شدن علیشیر میرزانبات این ولایت را موج اعتراضها فرا گرفت. در اعتراضهای روزهای 25 و 28 نوامبر سال 2021 در ولایت مختار کوهستان بدخشان 3 نفر به هلاکت رسیده. ماه سال 2022 هنگام سرکوب اعتراضها در این ولایت بیش از 40 نفر به هلاکت رسیدند. 17 ایون ستاد بین اداره تامین امنیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان از کاملا قطع شدن فعالیت همه 12 لیدر غیر رسمی این منطقه خبر داد. دست کم 3 نفر این لیدرها کشته شده، باقی مانده‌اش امروز با بیش از 220 نفر از طرفدارانش بازداشت شدند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 18 یونیو سال 2022 در جریان مشورت کاری با راهبران و فعالان ولایت ختلان بار اول درباره حوادث اخیر خونین ولایت مختار کوهستان بدخشان اظهار نظر کرد و اعتراف کرد که بعد راه بین المللی را بستن ازدحام او خودش به مقامات قدرتی فرمان داده است که یک بدستان را به ضرر یا دستگیر کنند. او گفت لجام لیدرهای غیر رسمی بدخشان را اخیراً خواجگان خارجی به دست خود گرفته آنها را 26 میلیون سامانی مبلغ گذاری کردند. همان حزب تروریستی نهضت اسلام و خواجگانش، گفت امامعلی رحمان، اپوزیسیون تاجیک قبلا دست داشتنش در تشکیل و رهبری یا مبلغ گذاری اعتراضهای بدخشان را رد کرده بود. در این جلسه در نویه دنقره علیشیر میرزانبات نیز اشتراک داشت. ظاهرا محض در همین جا تصمیم رئیس کامل حقوق ولایت مختار کوهستان بدخشان تعیین کردن علیشیر میرزانبات نهایی شده است. محمد سلطان مولانظرف معروف با تخلص محمد سلطان، یک افسر مستعفی امنیتی که سالهای آخر در شبکه‌های اجتماعی از رئیس کنونی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سیمومین یتیموف تند انتقاد میکرد و روز 16 یون بازداشت شد. در بازداشتگاه ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه واقع در نویه فردوسی قرار داشته است. یکی از پیوندان محمد سلطان مولانظرف 70 ساله روز 20 ایون به رادیوی آزادی گفت پس از تلاش‌های زیاد معلوم کردند که او در بازداشتگاه موقتی وزارت کارهای داخلی نگاه داشته می شود. همصحبت ما گفت روز یکشنبه 2 مرتبه به او غذا و لباس بردند ولی اجازه ملاقات نگرفتند و معلوم نیست که او وکیل دفاع دارد یا نه. به قبل خویشاوندانش محمد سلطان مولانظرف به افراطگرایی عیبدار دانسته شده است ولی نمیدونند که او مشخصا بر اساس کدام ماده کودکس جنایی متهم می شود. ریاست کارهای داخلی دوشنبه و دادستانی در رابطه به قضیه بازداشت محمد سلطان تا کنون یگان بار رسما اظهار نظر نکردند. مقامات انتظامی محمد سلطان مولانظرف را روز 16 یون از خانه‌اش در شهر دوشنبه به گفته یکی از خویشاوندانش او را پای برهنه گرفته بردند و حتی امکان ندادند که پای افضلش را بپوشد. محمد سلطان در سالهای 70 در روزنامه کمسمول تاجیکستان کار کرده، سپس به کار در کمیته دولتی امنیت ملی گذشت. او بازنشسته است. در فیسبوک در موضوعهای گوناگون فکر و نظرش را می نوشت و بعضا از سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی نیز تنقید میکرد. در یکی از نوشته‌های آخرش پس از گفتگو به منزل زیستش در فیسبوک نوشته است تمام قانون‌های حقوق انسان را زیر پا کرده خدمات اکادمیک سیمومین یتیموف تعقیبات روی راست و غیر سودی را که یقینا سالهای پرداشت 37 و بیریه را خاطرسار می نماید قهرمانانه ادامه می دهد. مقامات به نوشته‌های پیشین او و حال در کجا بودنش رسما واکنشی نکردند. روشن نیست او را برای تنقیدهاش از سیمومین یتیموف بردند یا نوشته‌هایش درباره حادثه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان یا مثال دیگر. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. صبح 20 یونیو سال 2022 ساعت 09:20
در کاوهخانه لولا واقع در خیابان رودکی 13 در پهلوی کینوتئاتر وطن بالون گاز مایع ترکیده در پی آن در درون کاوهخانه در مساحت 5 متر مربع سوختار به عمل آمده است. در ویدیویی که شاهدان به پرویز تیوی فرستادند دیده می شود که از درون این کاوهخانه دود بیرون می آید و بر اثر ترکیش شیشه های آن شکسته روی کوچه پر شیشه پاره شده است. وزارت کارهای داخلی رعایت نکردن طلبات قاعده های بی‌خطری را سبب ترکیش بالون گاز در کاوهخانه لولا نامید و گفت در نتیجه این حادثه یک شهروند جراحات سوزش بدن برداشته است ولی فوت آدمان به قید گرفته نشده است. این در حالی است که رادیوی آزادی از قبل شاهدان درباره جراحت برداشتن 4 نفر خبر داد. وزارت کارهای داخلی گفت سوختار از طرف آتش نشانان به زودی در مساحت اولش یعنی همان 5 متر مربع خاموش کرده شد. اکنون مقامات سوختار نشانی و دادستانی دوشنبه به سنجش سبب‌های ترکیش و سوختار در این کاوهخانه پرداختند. صبح 20 یونی سال 2022 نخستین گروه زائران تاجیک برای ادای مناسک حج به عربستان سعودی سفر کردند. در فرودگاه دوشنبه این گروه زائران را رئیس کمیته دین تاجیکستان سلیمان دولتزاده و سفیر سعودی در تاجیکستان ولید عبدالرحمن الرشیدان گسیل کردند. افشین مقیم سخنگوی کمیته دین خبر داد که سلیمان دولتزاده در سخنرانیش در برابر تهنیت گفتن زائران به مناسبت شرفیاب گردیدن به ادای زیارت خانه خدا اینچنین توجه آنها را برای رعایت حتمی مقررات جاری در موسم حج جلب نمود. رئیس کمیته تاکید داشت که هرچند وضع مربوط به بیماری سیراتی کرونا ویروس نسبتاً به اعتدال آمده باشد هم خطر این بیماری هنوز وجود دارد. از این لحاظ سلیمان دولتزاده از زائران دعوت نمود تا در کشور میزبان حج با رعایت حتمی تدبیرهای بهداشتی و چاره‌های پیشگیری کننده این بیماری سالمی خود را حفظ نمایند. سفیر سعودی الرشیدان آغاز دوباره سفر زائران به حج را رمز نیک خواند و به این مناسبت زائران تاجیک را تبریک و شادباش گفته به آنها تحفه‌های رمزی تقدیم کرده است. طی 2 سال اخیر یعنی سالهای 2020 و 2021 عربستان سعودی به دلیل پاندمی کرونا ویروس به سفر زائران خارجی به حج اجازت نداد. سعودی که سال 2022 از نو به زائران خارجی امکان ادای مناسک حج را فراهم آورد، امسال به 3562 نفر از تاجیکستان اجازت سفر حج داده است ولی مقامات تاجیکستان خرج سفر حج را 61000 سومانی یا $5350 مقرر کردند که این نظر به سال 2019 26000 سومانی یا $1600 بیشتر است. افشین مقیم سخنگوی کمیته دین تاجیکستان بالا رفتن نرخ مواد سوخت و هم خدمت رسانی‌های سعودی را دلیل چنین به شدت بالا رفتن نرخ سفر حج نامید و گفت اگر سال 2019 سعودی برای خدمت رسانی به یک زائر $236 طلب میکرد حالا $1424 طلب میکند. کمیته دین گفت نرخ سفر حج در دیگر کشورها نیز بالا رفت. برای مثال در ازبکستان $5650، در روسیه حدود $6000 و در قزاقستان $6500 شده است. کوت جدا شده برای تاجیکستان نظر به 6300 نفر قبلی تقریباً 2800 نفر کمتر است و افشین مقیم گفت در سال 2022 برتری به آنها داده می شود که سال 2020 برای زیارت کعبه نامنوی شدند اما به سبب پاندمی سفرشان بیکار کرده شد. سفر زائران از تاجیکستان به عربستان سعودی 20 ایون آغاز شده 17 ایول به پایان می رسد. نقطه اوج مراسم حج عرفه و روزهای عید قربان است که امسال به روز 9 ایول راست می آید. پروفسور حامد مجیدزاده زبانشناس معروف تاجیک شب 20 یونی سال 2022 در سن 85 از عالم چشم پوشید. مرگ پروفسور مجیدزاده در حالی است که تازه روز 16 یون در دانشگاه ملی تاجیکستان به مناسبت 85 سالگیش یک نمایش بین المللی برگزار شد. مرحوم بردم و سلامت بود و در این نمایش شرکت و سخنرانی کرد. سراج الدین امامعلی دکان فاکولته فیلولوژی تاجیک در صحبت به پرس تیجی در گذشت پروفسور حامد مجیدوف را تصدیق و مرگ او را تلفات کلام به علم تاجیک ارزیابی کرد. معلم تا دیروز با وجود پیرانسال بردم و سالم بودند صحنه 16 یون در نمایش علمی شرکت داشتند. شب 19 و 20 یون جان به حق سپاریدند. گفت او. سراج الدین امامعلی خبر داد که مراسم وداع با پروفسور حامد مجیدزاده تا ظهور امروز در نزد خانه‌اش و نماز جنازه مرحوم بعد نماز پیشین در مسجد محله 33
برگزار می شود. حامد مجیدزاده از مخالفان سرسخت بازگشت به الفبای نیاگان بود و در آخرین مصاحبهش که تازه روز 13 میلیون سال 2022 همگی یک هفته قبل از مرگش در سامانه پریس دیجی و هفته‌نامه تاجیکستان نشر شد، اصرار داشت که بازگشت به حروفات عربی اساس فارسی مردم تاجیکستان را بی‌سوادتر می‌کند. حامد مجیدزاده 15 میلیون سال 1937 به دنیا آمده است. او سال 1995 سزاوار عنوان دکتر علم‌های فیلولوژی و سال 1996 صاحب عنوان پروفسور شد. سال 1997 مجیدزاده عنوان کارمند شایسته تاجیکستان را هم به دست آورد. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که یک ساکن 36 ساله دهه موج نویه رودکی با جسارت و تلاش کم نظیر جان دو بانوی جوان را از خطر غرق شدن در آب رود ایلاک نجات داده است. این جوانمرد که علیجان توجیبوف نام دارد، روز 19 میلیون سال 2022 هنگام سیر و گشت در ساحل ایلاک چشمش به دختران میافتد که در آب غرق می شدند. او فرصت را از دست نداده خود را زود به آب هوا داد و توانست هر دو دختر را از مرگ ناگزیر نجات دهد. معلوم شده است که دو دختر از دهه حاجیان نویه رودکی که یکی 21 ساله و دومی 17 ساله بودند، روز یکشنبه 19 میلیون در ساحل ایلاک سیر میکردند. زمانی که لب دریا نشسته و سرگرم صحبت بودند، آب کفش پایشان را میبرد. آنها با وجود آنکه شناوری را نمیتوانستند، برای به دست آوردن پای افضلشان وارد آب شدند. در نتیجه مجرای دریا هر دو را با خود برده است. از قضا علیجان توجیبوف در همین لحظه آنجا میگذشت و غرق شدن دختران را دیده هر دو را نجات داده است. این تنها مورد غرق شوی شهروندان در نویه رودکی در روز 19 میلیون نبود. حادثه دوم متاسفانه چنین فرجام خوب نداشت. بنا به معلومات سردار شعبه حالتهای فوق‌العاده نویه رودکی، یک ساکن 22 ساله دهه فلکان نویه شومنصور شهر دوشنبه در رود کوفرنیان غرق شده است. با وجود 2 روز جستجو تا حال جسدش را پیدا نکردند. این جوان 22 ساله روز 19 ایون از خانه با مقصد ماهیگیری برآمده به سمت دریای کوفرنیان حرکت کرده است. شهروند از ساحل به ساحل مقابل گذشته و مشغول ماهیداری شده است. ساعت تخمینا 14:30 دقیقه بعد انجام ماهیداری این جوان دوباره خواست است به ساحل اول برگردد و به خانه اش را سپار شود. او وقتی غرق شده است که تا رسیدنش به ساحل امگی 2 متر مانده بود. سبب ناگهان غرق شدن جوان که شناوری را خوب میتوانست معلوم نیست. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده احتمال میزند که شاید خسته شده باشد و دیگر قوت مقاومت به جریان تند آب را نکرده است. روز 19 ایون جستجوی جسد مرحوم تا ساعت 22 دقیقه ادامه داشت و از صبح 20 ایون کارهای جستجوی از سر گرفته شده است و هنوز ادامه دارد. بنا به آمار کمیته ایالت‌های فوق‌العاده، از اول سال جاری در آب‌های تاجیکستان الکی حدود 60 نفر از جمله 30 کودک سنشان تا 16 غرق شدند. سال گذشته در تاجیکستان 155 نفر از جمله 75 کودک غرق شده بود. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 20 میلیون سال 2022 خبر داد که در طی روزهای 17 و 18 میلیون در 3 صدمه در راه‌های جمهوری 3 نفر هلاک شدند. از جمله 18 میلیون سال 2022 تخمینا ساعت 18:00 دقیقه راننده افت-ماشین بارکش تمغه زیل با بوجانزاده محمد داوود سال تولدش 1992 ساکن نویه جامی هنگام حرکت در حدود نویه مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیاده‌گرد خردسال برهانزاده نوزیه سال تولدش 2019 ساکن امین نویه را پخش نموده است. در نتیجه پیاده‌گرد خردسال برهانزاده جراحات گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. همزمان 18 ایون سال 2022 تخمینا ساعت 18:30 دقیقه راننده افت-ماشین تمغه BMW ظهور فرخ سال تولدش 1991 ساکن نویه غفوروف هنگام حرکت در راه ماشینگرد کونه بادام دهمای به خطری حرکت راه را تامین کردن نتوانسته افت-ماشین را به طرف راست راه چپه نموده است. در نتیجه خود راننده در جای حادثه به هلاکت رسیده است. 17 ایون سال 2022 تخمینا ساعت 16:00 دقیقه راننده افت-ماشین تمغه اوپل ویکتور خورانوف رجب سال تولدش 1994 ساکن نویه جیهون هنگام حرکت از سمت شهر باختر به سمت نویه ذکر گردیده در حدود نویه بلخی از عهده اداره واسطه نقلیاتش نبرآمده پیاده‌گرد میرزا تاج‌الدین سال تولدش 1958 ساکن امین نویه را پخش نموده است. در نتیجه میرزایف جراحات وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثات تحقیقات ادامه دارد. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه‌ها پرخطر دانسته می‌شوند.
بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راههای جمهوری 395 نفر به هلاکت رسیدند. اگنسی مبارزه با کروپسیون تاجیکستان روز 20 یونی سال 2022 خبر داد که پرونده جنایتی حمزه جمعه‌زاده سردار شعبه بروی خودگیری تکنیکی کارخانه دولتی فرعی به قیدگیری مال و ملک غیر منقول در ناحیه باباجان غفوروف سپس در شهر کونه‌بادام را بعد انجام تفتیش پیشکی و تصدیق فکر عیبدارکنی برای بررسی به دادگاه سپرده است. جمعه‌زاده بر اساس بندهای و گ قسم دوم ماده 247 کودکس جنایتی تاجیکستان به قلابی و بر اساس قسم یکم ماده 324 به گرفتن مکافات با راه طمع‌جویی عیبدار می شود. مرکز مطبوعات اگنتی مبارزه با کروپسیون در شرح این پرونده گفت جمعه‌زاده حمزه در وظیفه سردار شعبه بروی خودگیری تکنیکی کارخانه دولتی فرعی به قیدگیری مال و ملک غیر منقول در ناحیه باباجان غفوروف سپس در همین وظیفه در شهر کونه‌بادام کار فعالیت کرده در دوره فعالیت کاریش با راه فریب و سوء استفاده باوری همچون خدمتچی کارخانه از شهروند اب برای مساعدت نمودن در اجرتگذاری شناسنامه تکنیکی منزل استقامتی و گرفتن قرار اعتراف نمودن صاحب ملک منزل استقامتیش در مجموع مبلغ 7000 سامانی همچون مکافات با راه طمع‌جویی طلب کرده آن را به احتیاجش صرف نموده به منفعت آخرین یگان عمل را اجرا نکرده است. مؤسسه های کارخانه دولتی فرعی به قیدگیری مال و ملک غیر منقول که در شهر و ناحیه‌های تاجیکستان مسئولیت درست و قانونی کردن اسناد مربوط با مال و ملک شهروندان را بر عهده دارند از جمله فسادزده‌ترین اداره ها دانسته می شوند. هر سال چندین کارمندان MBTI با جرم گرفتن پوره یا به تعبیر حقوقی مکافات از کار افتادگان دستگیر می شوند ولی در اکثر موردها آنها را با پرداخت یگان جریمه از جوابداری خلاص می کنند و بعضا حتی به جای کار پیشتره خود برمیگردند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.